سلام دوستان، با داستان‌های ضرب المثل‌ها از کانال ضرب العسل در کنار شما هستیم. برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک و کانال ضرب العسل رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله کنارش رو بزنید. ضرب المثل امروز ما: هیچ گرانی بی حکمت نیست، هیچ ارزانی بی علت نیست. در روزگاران قدیم تاجری بود حدود 5 سال 2 شاگرد همسن و سال رو استخدام کرده بود. اگرچه هر دو با هم استخدام شده بودند و سابقه کاری هر دو مثل هم بود، ولی به لحاظ حقوقی متفاوت بودند. یعنی یکی از شاگردها 2 برابر دیگری حقوق می گرفت. شاگردی که کمتر حقوق می گرفت تاجر رو دوست داشت، اما از اینکه نصف همکارش حقوق می گیره همیشه غمگین بود. در یکی از سفرهای تجاری که فرصتی پیش اومده بود، شاگرد سر صحبت رو با تاجر باز کرد و گفت: شما هرچی به من بدید من میگم خدا برکت بده، اما خیلی دلم میخواد علت این اختلاف حقوق رو بدونم. تاجر لبخندی زد و گفت: کمی صبور باش تا در اولین فرصت علتش رو متوجه بشی. بعد از مدت‌ها یک روز تاجر و هر دو شاگردش سر سفره نهار نشسته بودند که صدای زنگ‌های شتران کاروانی به گوش رسید. تاجر که با خودش مقدار جنس آورده بود و دنبال مشتری میگشت گفت: امیدوارم تو این کاروان مشتری خوب برای جنسای من پیدا بشه. خیلی دلم میخواد هر چه زودتر جنسامو بفروشم و برگردم. فوراً به شاگرداش گفت: یکیتون برید ببینید چه خبر هست. آیا امیدوار باشیم یا نه؟ شاگردی که کمتر حقوق میگرفت برای اینکه ثابت کنه زرنگ هست فوراً بلند شد و بیرون رفت. بعد از اندک زمانی برگشت و گفت: بله، همونطور که میگفتید یک کاروان تجاری هست که به گردن همه شترهاش زنگ بستند و با سر و صدا از اینجا عبور میکنه. احتمال میدم نه خریدار باشن نه فروشنده، چون ظاهراً قصد ندارن در این مکان بمونن. تاجر تشکر کرد و رو به شاگرد دیگرش گفت: تو هم برو ببین چه خبر هست. شاگردی که حقوقش بیشتر بود از جا بلند شد و رفت. اومدنش طول کشید. شاگردی که کمتر حقوق می گرفت خیلی خوشحال شد و با خودش گفت: من احتمالاً نزد تاجر زرنگتر بودم، چون در کمترین زمان رفتم و برگشتم. اما افکارش رو به تاجر نگفت. به هر حال بعد از مدت زمان نسبتاً طولانی، شاگردی که بیشتر حقوق می گرفت از مأموریتی که تاجر به اون داده بود برگشت. تاجر گفت: چه خبر؟ شاگرد گفت: کاروانی بود که بیش از 100 نفر شتر داشت و 35 رأس قاطر. پشت 125 تا از چهارپاها رو بار کرده بودند و روی 10 نفر از شترها صاحبان کالا نشسته بودند. بارشون پارچه بود و مغز بادام و کمی هم مغز گردو. از مشهد اومده بودند و داشتن به طرف اصفهان حرکت می‌کردند. قصد داشتن زودتر خودشون رو به کاروان سرای بعدی برسونن. عجله داشتن که تا شب نشده به مقصد برسن تا گرفتار راهزنا و دزدا نشن. 2-3 روزی در کاروان سرای بعدی میمونن تا کمی ادویه و پشم و پنبه بخرن. به اونا گفتم که ما ادویه و پشم داریم و قرار گذاشتیم که فردا صبح جنسای مورد نیازشون رو به کاروان سرای بعدی ببریم. تاجر تشکر کرد و گفت: در این مدت زمان اطلاعات خوبی برام آوردی. درباره قیمت ادویه و پشم که چیزی به اونا نگفتی. شاگرد گفت: نه، گفتم که قیمت با شماست. تاجر باز هم تشکر کرد و به او گفت: پس این پول رو بگیر و غذا و وسایل لازم برای سفر فردامون تهیه کن. فردا باید به طرف کاروان سرای بعدی بریم و جنسامونو به اونا بفروشیم. وقتی شاگرد بیرون رفت، تاجر رو به شاگرد دیگرش کرد و گفت: حالا فهمیدی که هیچ گرونی بی حکمت نیست و هیچ ارزونی بی علت نیست؟ کاربرد این ضرب المثل اینجاست که وقتی بخوان
از ارزشمند بودن یا نبودن شیئی یا فردی حرف بزنند به مسئله هیچ گرونی بی حکمت نیست و هیچ ارزونی بی علت نیست اشاره می کنند. حالا اگه از این داستان خوشتون اومده این ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن بقیه ویدیوها کانال ضرب العسل رو سابسکرایب کنید.